من دوباره اومدم. میخوام یه چند تا اتچ معرفی کنم که مولتی رو باهاش بکنید. منظورم لجنده. گانایی که قراره بهتون معرفی کنم صرفاً بهترین این سیزن نیستن و گانایی که خودم انتخاب کردم و میخوام پلی بدم باشون و اتچمنتاشون هم میذارم اگه دوست داشتید بردارید. من خیلی باهاشون حال کردم واسه همین گذاشتم دیگه. اولین گان که خیلی خوشم اومد این سیزن ازوله. واقعا گان ترتمیزی، این کسکه اینجا زد ولی عیب نداره میزنمت. بله همونطور که میگفتم ازول یه گان ترتمیزی شده. تایم کیل خیلی خوب، فایر ریت عالی، دمیج خدا، رنج هم میتونه بزنه. خلاصه مطلب این که میتونید هم تو سرچ هم تو هارد پوینت بکنید مردم رو باهاش. خیلی خوبه، ترتمیزه دیگه، برید استفاده کنید لذت ببرید. نکردیدم نکردید به نمیدونم چی دیگه. این قسمت ترتمیز رو ببین خیلی میخوام این گانو بهت ثابت کنم که واقعا گان تمیزیه. مثلا قشنگ ببین کس مغز رو ببین اینجا کمپیده. خود جقی من بکتم مثلا اینا کار کمپ و گاییده بودن این مچ، یا نایف میزدن یا کمپ کرده بودن. با این گان خیلی راحت همین کس مغز بازم با اسپیر یعنی ببین وایسا ببین اکتیویژن مادر جنم کس که کالاف رو با جمونگ اشتباه گرفتیم. آخه خار کافته کی بنید. آخه چیه این؟ تو خود جمونگ با تیر کمون میزدن از دور، بعد این یارو هی منو با این گایید. یارو با 4 تا تیر نمیمیره بعد اینو میزنه تخ مردی. اصلا ببین انمیو مثل خیار میگیری خر رنده میگی. کیرم تین وضعیت تیرم تموم شد اصلا. خب یک کوچولو کمپ بابا اینو کاسو بیا برو. آخه تو سطحت به من میخوره که منو از بک بزنی. بک زنه جقی این بابا ریدم که اینم از اتچمنت این گان. خب بریم سراغ دومین گان. کسکشترین، حرومزادترین، کیری ترین، تخمی ترین، متا ترین، نمیدونم دیگه چی بگم. میخوام بگم که کیرم تو اون روزی که اکتیویژن کسکنه کیری رو به بازی اضافه کرد. هر مچ میری اگه نفر این یوزی کیری رو برداشته از پهنا میکنه بابا گاییده شدیم بس کن دیگه بابا. هر جا رفتیم یا نید رفت تو چونمون یا یوز اسسن بابا گاییدیم. واقعا قلبم گرفت با این فشاری که رومه. من فکر کنم سیخته کردم. حالا میرسیم به بخش خوب ماجرا. گان خوشگل، خوشدست، زیبای QQ9. چقدر یه گام میتونه متا باشه که هر سیزن این بالای جدول ما اینو ببینیم. QQ9 داداشم تعصبتو میکشم مشتی. اتچشو میذارم همون اتچ همیشگی. بزنید رنده کنید مثل خیار بگیر خیر مثلا بده سیش. چیه این ناموسن USS9 کیر اینم نیست بابا. من میگم کیرم تون روزی که اکتیویژن یه گانو میخواد متا کنه، اون از BP اون از MG اینم از USS9 نمیدونم چه کسچر. البته این خارکسته بازی هم برمیگرده به اون اکتیویژن، اون سیاست کسچر اکتیویژن که میخواد این مدیکای پولیشو تو چون ما از پهنا فرو کنه. بله دوستان پول بده ببر راحت. خب دیگه زیاد طولش ندیم. این چند تا هم ببینید اتچشو بذارم. فقط این کیلی که الان میخوام بزنم و ببین سلطان فیزیک باشه چونکش. از اونجایی که اکتیویژن کسکشاد کنگوشاد بعد از سالها خسیس بازی رو گذاشت کنار یه گان تخمی داد. منظورم لجنده. آخه این گان به چه دردم میخوره؟ منم اومدم یه اتچ واسه این چیدم. خب ولی خوب میزنه، مطمئن باشید خوب میزنه. اینم گذاشتم بیچن استفاده کنید دیگه. نکردید دیگه نمیخوام بیشتر ارزش بدم پس همون طولش بدم. اینا رو هم ببینید دیگه چقدر خوب رنده کردم. هی چونی آمدی مادر کسته چونی بچه کسته جنده زاده. آمدی خار کسته مادر جنده. همون USS9 تو چونت. بای آقا ببین کی اومده.
ببین که M13 اومده، M13 با یک عروسکه، M13 با یک عروسکه. چی بابا دینامو کی شدی خودکسته کی لعنت این نیت تو دست من حکم بمبتومو داره، یه نیت 2 تا کیل. اصلا چی بگم من به این دست به نیت تو باسن حریف دستو میکنی تکون حریف، دستتو با وازلین میکنی تو باسن حریف، ترموستاتشو انگولک میکنی، خیلی راحت. آموزششو میذارم برام، مثل بقیه یوتیوبرها شدم واسه هر انی آموزش میذارم. به سر رسید این حکایات نمیدونم دفترات، از این کس و شعرهای عامیانه بلد نیستم زیاد. همینو بگم که دمتون کم که تا اینجا نگاه کردین. بوس به کلتون، بای.